سلام. امروز صبح وقتی که برای نماز صبح بیدار شدم به واتساپ که نگاه کردم خبر تایید شدن اعدام ناصر بکرزاده کلا روز منو خراب کرد. بسیار خاطره های بد و یاد من آورد، چون اولین نفر نبوده و فکر نکنم آخر نفرم باشه. متاسفانه حکومت جمهوری اسلامی نقشه های زیادی برای اهل سنت و برای کردها و ملیت های دیگه داره. هر روز جوانان ما رو پرپر میکنه و کینه خودشو اینجوری میخواد بر جوانای ما اجرا بکنه. متاسفانه در این حمله‌ای که شد بیشترین بمب ها رو بر سر کردها ریخت در کردستان عراق و در دادگاه ها و در زندان ها بیشترین کردها و بلوچ ها اعدام میشن. تا کی باید این ظلم و این ستم ادامه پیدا بکنه؟ ملت های ایران باید همدست بشن و این ظلم رو دیگه قبول نکنند. ایران آزاد بشه. متاسفانه خیلی آزادی را تنها سرلختی و لختی میبینند. متاسفانه تنها و تنها توی چشمشون آزادی رو میبینند، در حالی که آزادی فکره، آزادی اقتصادیه، آزادی زندگیه. وقتی که میگن زن زندگی آزادی، به معنی این نیست که زن لخت بشه، زندگی بیبند و بار بشه و هر کسی در هر کاری که میخواد آزاد باشه، اگرچه به دیگران ضربه برسونه. اما متاسفانه خیلی اینجوری میپندارند. ناصر بکرزاده انسان مذهبی از خانواده مذهبی، پسر یک ماموستای کرد، داره اعدام میشه به خاطر کرد بودن، به خاطر سنی بودن. هممون باید صدای ناصر باشیم و صدای همه مظلومین، هر ملتی باشه، هر زبونی و هر دینی باشه، هر مذهبی باشه. نباید کسی به خاطر مذهبش، به خاطر دینش، به خاطر زبونش، فرهنگش مورد ستم قرار بگیره، زندان بشه و یا اعدام بشه.